بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامک الله. استاد خدا میدونن از اون وقتی که سخنرانی میکردید منبر اولتون رو که حدود 50 دقیقه طول خورد، جمله به جمله شو گوش کردم و همش تلفن گرفتم و اما یزید میخوندم که بتونم تماس بگیرم. از یه مهمونی خانوادگی خودم امشب محروم کردم که باهاتون تماس داشته باشم. حالا الحمدلله توفیق شامل حالمون شد. خدا رو بفرمایید آقای رضایی. محضر مبارکتون عرض کنم که خب مطالب زیاد فرمودید استاد در قصه چیز بود پرستی و مسائلی که در جاهلیت بود و تطبیق آن با روافض و با شیعان و نه استاد. این سوره مائده، سوره مبارکه مائده آیه 116 خیلی از این مسائل رو جواب داده خدای متعال جل و علا، که شاید اصلا بخوام بگم 100% جواب دارد. در قصه دادگاهی که برای حضرت عیسی علیه السلام خدای متعال منعقد میکند میفرماید اونجا چیز جرم مشخص است که عیسی شما گفتی که اینها مرا خدا بخوانند، اما در مورد صدا زدن خدا علیاذ بالله نسیان شامل حالش نبوده است که صدا زدن غیر از خدا جز جرائم نیست و اینکه شما این رو خیلی جلوه بهش میدید تو همه مطالب، نه فقط شما، همه کارشناسان شما در سایر شبکه‌ها این مسئله رو قوت بهش میدن که این صدا زدن این همون عبادت است و این شرک است، در صورتی که خدای متعال ما را از عبادت غیر از خودش نهی کرده است. اما صدا زدن که عبادت نیست که ما این بشه شرک. چرا شما این رو شرک تلقی میکنید؟ آیا واقعا صدا زدن رو شرک تلقی میکنید یا عبادت غیر از خدا و ما را به عبادت غیر از خدا متهم میکنید و بعد میفرمایید که این میشد شرک؟ دیگه در قصه اطیع الله هم یه جایی فرمودید که آقای رضایی اگر قدم قدم بریم جلو بهتر نیست؟ بله بله بله. خب. چرا ببینید قضیه من دون الله سبحانه و تعالی، من بخواید تا فردا صبح همینجا براتون آیه میارم از قرآن کریم که الله سبحانه و تعالی ما را از خواندن غیر الله منع کرده. در اون آیه هم که براتون گفتم که والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر، و در ادامه آیه الله سبحانه و تعالی میگه که اگر شما اونها رو صدا بکنید لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. اینو نشون میده که این خواستن استغاثه و طلب حاجت از غیر الله سبحانه و تعالی است. در کجای قرآن کریم گفته که ای انسان ها شما می توانید از غیر الله هم حاجت بخواهید؟ محضرتون عرض کنم که استاد اون دل که فرمودید خدای متعال میفرماید که اینها مالک پوسته خرما نیستند. ببینید خدای متعال قرآن را بر حبیبش محمد صلی الله علیه و آله و سلم که نازل فرمودند در حیات ظاهری محمد قرآن تمام شد. اون چه که در آمر و ناهی و مظاهر و مصادیق شرک و بت پرستی و چه و اینا بوده است، خدای متعال بر حبیبش فرموده، پیامبر هم مثالاش رو زده است و در مثال زدن خاتم الانبیا به این مثالایی که شما میزنید به هیچ کدوم مثال، یعنی اصلا اینا مظاهر نبوده است که بخواد پیامبر به حرم امام حسین و حرم امام رضا و حرم حضرت معصومه و چه و این حرفا مثال بذارد خاتم الانبیا. مثالایی نه بوده آقای رضایی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم 72 نفر از بهترین شیعه و سنی اتفاق نظر داره که اینایی که در احد شهید شدن بهترین انسان ها بودن. در مورد اینا شیعه تا حالا هیچ حرفی نزده، اینم وجداناً باید اینو بگیم. و در نزد اهل سنت هم که میدونید که حمزه سید الشهدا هست، عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبدالله ابن جش، مصعب ابن عمیر، کسایی که در اونجا شهید شدن بهترین انسان ها بودن در اون زمان. پیامبر صلی الله علیه و سلم میتونست بگه که مردم برید متوسل بشید به عموم حمزه
سید الشهدا هرچی هم میخواید بهتون میده. بود این مثال ها، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام ندادن. پسرشون ابراهیم، قاسم، اینا فوت کردن در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم. جای نگفته نه خدا نه پیغمبر که برید به قاسم و به ابراهیم متوسل بشید. در خصوص حمزه سلام الله علیه، اونچه که ما در هم روایات شما دیدیم و هم در روایات ما این است که پیامبر نسبت به چیز اظهار تأثر و تعلم و مصیبت داری بر حضرت حمزه اصحابشون رو خیلی ترغیب کردن که حمزه کسی رو ندارد و این نه اینو من تأثیر معصور رو نمیگم، اینا رو بذارید کنار. آیا رسول الله شما گفتید مثالی وجود نداشت، حسینی وجود نداشت، جعفری باقری امام زمانی وجود نداشت در اون زمان که پیامبر صلی الله علیه و سلم بگه به اونا متوسل بشید، اما وجود داشتن انسان‌های نیکی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میتونستن بگن که به اینا متوسل بشید. به حمزه متوسل بشوید؟ بله. این رو منظورتونه؟ بله. خب من دارم این مثال رو برای شما دارید این قالب‌های مثالی را اینها را با بت‌ها می‌سنجید، بت‌ها را می‌پرستیدند. بابا جان، آقای رضایی، من تقریبا 1 ساعت آیات قرآن آوردم که مشرکین میگفتن بت‌ها ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها را نمی پرستیم مگر اینکه ما را به الله نزدیک بکنن. یعنی بت‌ها را وسیله رسیدن به الله دانسته بودن و اونها اعتقاد به الله یکتا و توانا در فوق 7 سماوات داشتن. ببینید آقای محترم، آقای رضایی، مشکل من و شما، مشکل ما و شیعیان این است که مفهوم عبادت رو شماها نمیدانید. برای من شما تعریف بکنید عبادت یعنی چی؟ عبادت اونی است که خدای متعال فرض کرده است. عبادت واجب است. شما دعا که مستحب است، دعا عبادت نیست؟ دعا عبادت نیست؟ دعا عبادت نیست. دعا عبادت نیست. تو عبادتی که اگر ترک شد واقعا خنده‌دار آقای رضایی. دعا عبادت نیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت هایی که ما هم داریم شما هم داریم میگه الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادت است. نفرموده نفس عبادت است که مغز عبادت است. یعنی چی؟ یعنی دعا افضل ترین عبادت است. وقتی که من اینجا میشینم دعا میکنم این افضل ترین عبادات است. آیه انصاری، دعا زیر مجموعه عبادت است، مکمل عبادت. پس عبادت است. پس نگید که عبادت نیست. آقای انصاری، من اگر دعا نکردم از سیره حق خارج شدم و مستوجب اما اگر عبادت نکردم خدا را از بندگی خارج شدم. دعا برای قبولی همون عبادت هم که میکنیم، همون عبادت اون وقتی که از فعل از مؤمن صادر میشود برای این که به پیشگاه حضرت باری تعالی مقبول بیفتد، انسان دعا میکنه خدای این دعا عبادت من رو قبول کن. اما شما دعا رو میگید عبادت هست که بذارین در کنار نماز، در کنار روزه و تازه ما وقتی که به حرم امام رضا علیه السلام یا زیارت امام حسین یا زیارت قبر پیغمبر میریم که پرستش میگیم خدایا این بنده شایسته تو شکر این نعمت را به جا میآوریم که چون این نعمتی را فرستادی که هم خود زیبا اشاره فرمودید مطالب اولیتون فرمودید با اینی که کفار قریش این بت پرستا اینها خدا را قبول داشتن، خدا حبیبش رو فرستاد برای مبارزه با همین کسانی که خدا را به اون نوع میپرستیدن. خود پرستشی ممدوح هست که از عینک محمد صلی الله علیه و سلم آقای رضایی برادر عزیز، ببینید فلسفه به درد نمیخوره. ببینید دعا عبادت است، مخ عبادت است، اصل عبادت است. الله سبحانه و تعالی، من الان این آیه رو خدمتتون نشون بدم. الله سبحانه و تعالی میگه که در سوره غافر آیه 60 میگه و قال ربکم، پروردگار شما فرمود ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را.
بعد میاد میگه ان الذين یستکبرون عن عبادتی. یعنی چی؟ وقتی کسانی که خدا رو ترک میکنن به سوی میرن از دیگران چیزی میخوان، اینا در مقابل الله سبحانه و تعالی چیکار کردن؟ تکبر کردن. ان الذين یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. اینایی که از عبادت الله روی گردان شدن، اینجا میگه ببین یک آیه است، آیه 60 سوره غافر، ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را. دعا بزرگترین عبادت است. هر کسی که خواستن از الله، دعا در مقابل الله سبحانه و تعالی برای دیگری قرار میده، این یعنی در مقابل الله سبحانه و تعالی از عبادت الله سبحانه و تعالی تکبر ورزیده و الله سبحانه و تعالی با کله میندازدش جهنم. چطور میگید که شما چطور میگید که دعا عبادت نیست؟ سبحان الله. یعنی همینم که اول آیه هست، همینم عبادت است. من رو عبادت کنید تا اجابتتون کنم. و کسانی که از عبادت ادعونی، نگفته تعبدونی، گفته ادعونی. ببینید قرآن واضح و آشکار است. شما میگید که عبادت کنید، اگر میگفت عبادت کنید میگفت که وقال ربکم اعبدونی استجب لکم. گفته ادعونی، بخوانید مرا، دعا کنید مرا، استجب لکم، اجابت میکنم شما را. استاد بزرگوار جانم، دعا خدای متعال هم دعا رو لغتش رو بلده، علیاذ بالله، عذر میخوام از پیشگاه حضرت باری تعالی که اینجا صحبت میکنم، هم واژه عبادت رو بلده. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. این یعنی چی؟ یعنی شما اگر عبادت میکرد، اگر دعا نمیکردید، این همین این دعا، اگر اینجا دعا خونده است، جای یک عبادت خونده است. ما را خدای متعال چیز کرده است که مکلف کرده است که غیر از او را عبادت نکنیم. دعا هم بله به یه نحوی عبادت هست که زیر مجموعه عبادت قرار بگیرد، اما نه اینکه من که برم حرم امام رضا این عبادت هست و این میشه شرک خدا و این غیر خدا را. آقای رضایی، قربانی عبادت هست یا نیست؟ قربانی چی؟ قربانی یک حیوانی را انسان قربانی بکنه. همین که مثل قربانی برای الله سبحانه و تعالی چیزی رو قربانی کردن عبادت هست یا نیست؟ آقای انصاری، همه کارهای مؤمن عبادت هست. آفرین، منم همینو میخواستم بگم. الله سبحانه و تعالی میفرماید که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. زندگی من، مرگ من، نماز من، مناسک من، هر عملی که انجام میدهم در زندگی خود و حتی مرگ منم لله رب العالمین، برای الله سبحانه و تعالی است. به اعتقاد ما مسلمانان خواب من عبادت است، حرف زدن من عبادت است، دعای من عبادت است، کار کردن من عبادت است، ازدواج من عبادت است، فرزند به دنیا آوردن عبادت است، تربیت فرزند عبادت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در دین ما میگه ابتسامتک فی وجه اخیک صدقه. لبخندی که من امروز به روی شما در تلویزیون میزنم این صدقه محسوب میشه، این عبادت است. همه اعمال ما عبادت است. هرگاه ما این عبادت رو برای غیر الله سبحانه و تعالی قرار دادیم، با کله میریم جهنم، میشیم مشرک. الله سبحانه و تعالی اینو واضح در قرآن کریم بیان کرده. چون که وقت ما به پایان رسیده، آقای رضایی فقط یک آیه برای من بیارید که الله سبحانه و تعالی گفته باشه که ای انسان ها، من خالق و رازق و همه چیز هستم، لکن شما برید به طرف اولیای من، به علی، حسن، حسین، بدون ذکر اسم، حتی یک آیه بیارید که گفته باشه از غیر الله هم شما میتونید که طلب حاجت بکنید. بفرمایید. جناب آقای انصاری، من تو این وقت کم فقط این رو خدمت شما بگم که خدای متعال میفرماد و علم آدم الاسماء کلها. این اسماء رو آدم بلد بود و با دانش به این اسماء زمین خورد، ولی وقتی که فتلقی آدم من ربه کلمات شد، خدای متعال فتاب علی انه هو التواب الرحیم. آدم زمین خورده به توسط کلمات و قرآن یه نمونهشو گفته است که عیسی کلمت الله هست. ما اینا ربطی نداره. زیارت حسین می رویم. آیه دوم گوش کن.
لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. تمام اون چه که ما نسبت به زراری پیغمبر انجام میدیم این در مسیر محبت است، برای اعمال محبت به اینها میکنیم، نه اینکه عبادت کنیم اینها را. ببینید آقای رضایی، آیا مسیحیت وقتی گفتن که عیسی پسر خداست از محبت به عیسی این حرفو زدن یا از عداوت و دشمنی با عیسی؟ از محبت گفتن، اما گفتن عیسی پسر خدا. آخه ما که همچین چیزی نمیگیم آقای انصاری. من سوال کردم، من همه آیه شما گفتید که ما محبت و فلان و شما فرمودید که محبت داریم به اهل بیت و فلان و علان از این حرفا. من به خاطر این گفتم چون محبت سبب میشه گاهی اوقات که انسان غلو بکنه. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه فرمودن در نهج البلاغه که هلک فی رجلان محب غال و مبغض قال، در مورد من 2 نفر هلاک شدن، یکی که از محبت زیاد منو به مرتبه خدایی رساند، یکی هم که به خاطر بغضش به من فحش و ناسزا گفت. این یک مسئله. مسئله دیگر این که در کتاب کافی جلد 2 صفحه 467 حدیث شماره 7 این رو نشون بده احمد جان. عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عيسى بن الحسين عن سعيد بن النضر بن سويد عن قاسم بن سليمان عن عبيد عن زرارة عن أبيه رجل قال ابو عبد الله امام جعفر صادق علیه السلام الدعاء هو العباده، دعا عبادت است. عین عبادت است. التي قال الله عز وجل ان الذين يستكبرون عن عبادتي الآیه. ادعوا الله عز وجل، الله سبحانه و تعالی را بخوان در دعا. ولا تقل ان الامر قد فرغ منه، نگو که مثلا این امر از الله سبحانه و تعالی به کسی دیگری سپرده شده، مانند این آخوندی که گفت که باران رو در قم شیخ عباس قمی میده. پس دعا عبادت است، امام جعفر صادق گفته. جناب آقای انصاری تشکر میکنم. من این جمله رو میگم، این کداش قلوب است، کداش من از شما جمله نخواستم، یک آیه در قرآن که خواستن غیر الله در دعا، در حاجات، در استغاثه رو جایز بدونه. چیز دیگه خواستم ازت. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خب الله رو گفته بخوانید، نگفته غیر الله رو بخوانید. لله اسماء الحسنى، اسماء الرحمن الرحیم. مثلا چی میگیم؟ به آقای رضایی من یاد بدم. ببینید دعا کردن یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس، یا جبار، یا رحمان، اینا اسمای الله سبحانه ولله الاسماء الحسنى که میگه این است. 99 اسم خداوند که همه مسلمان ها آگاه هستن. این یکی از روش های توسل جایز به الله سبحانه و تعالی است. مثلا بگی که یا رحمان و یا رحیم تو به ما رحم بکن، چه اشکالی داره؟ من گفتم غیر الله، غیر الله. اسماء را به آدم آموخت و علم آدم الاسماء. خدا اراده کرد بله، الله سبحانه و تعالی به آدم علیه السلام اسما و صفات و طریقه دعا کردن صحیح را آموخت و همون طریقه صحیح است که امروز ما به همون طریقه الله سبحانه و تعالی را میخوانیم. تشکر میکنم آقای رضایی. انشالله در هفته آینده که تماس گرفتید یه چند تا آیه جمع‌آوری بکنید در مورد خواستن غیر الله. من یقین دارم نیست، اما شاید وجود داشته باشه در مصحف امام زمان. تشکر از شما آقای رضایی. خدا حفظتون کنه ان شاء الله. از شما تشکر میکنم. فی امان الله، فی امان الله.